آقای محرم نوید که این چهره و کادر فنی برای مسابقه انتخاب کرده. از این لحظه به بعد هم بازی آغاز میشه. فجری که خودش مثل تیم سپاهان زرد میپوشید، این بار به رسم اینکه میهمان هست پیراهن سفید خودش رو انتخاب کرده و باید ببینیم که این دیدار به کجا خواهد انجامید. در همین ابتدای مسابقه اولین ضربه خطا به سود سفید پوشان فجر اتفاق میفته و آقای اکرمی روی این صحنه که در تصویر آسمینی خطا به روی حسین شهابی، یکی از بازیکنان خوب و تاثیرگذار فجر رو اعلام میکنه. اسماعیلی پشت توپ قرار گرفته، تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه رو پیروز قربانی در اختیار داره. اسماعیلی به شکل پاس برای میثم مرادی، دوباره خود اسماعیلی، مرادی توپ رو در اختیار داره، نگاه میکنه، میفرسته روی دروازه، کوتاه هست، توپ برگشت داده میشه دوباره پشت محوطه جریمه. اونجا شلوغ هست و این فجریا هستن که بدون ترس از ستاره های سپاهان و نام فولاد مبارکه سپاهان سعی میکنن که هجومی کار رو دنبال بکنن. یه ضربه سر مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان شبکه محترم ورزش سیما. دیدار فینال مسابقات وزن منفی 53 کیلوگرم تو همین ثانیه‌های ابتدایی مبینا نعمت‌زاده یه ضربه عبدالیو گرفت و 2 امتیاز اول رو به خوبی برای خودش به دست آورد. نداشت ما بازیکن‌ها رو معرفی کنیم اصلا. آفرین به مبینا نعمت‌زاده، چقدر خوب و طوفانی شروع کرد این راندو. داره خیالمون رو راحت میکنه بابت یه طلای خوشگل انشالله که تا دقایق دیگر برای کشورمون به دست میاد. اگر مدال طلا بگیره اولین مدال طلای بانوان در این مسابقات هست، ولی اینجوری یه لحظه حواسش پرت شده، یه امتیاز دولیو گرفت و اصلا نمیذاره به صدام ثانیه ها برسه که جبران میکنه این نتیجه رو. نتیجه 4-3 میشه. دیدار جذابی رو واقعا شاهد بودیم تو این لحظات. مبارزه ترکیه‌ای هم حریف قلدر و تکواندو بلدی هست، اما مبینا نعمت‌زاده تکواندو کار خوب کشورمون خیلی خیلی بهتر از اینا هست. باریکلا. داور به خاطر ضربه 3 امتیازی که مبارزه ترکیه‌ای گرفت و به سر مبینا زد 3 امتیازش رو باطل کرد. یه اخطار هم به مبارزه ترکیه‌ای داد. نتیجه 7-3 هست. 56 ثانیه پایانی هست. واقعا بازی زیبا و جذابی شاهد بودیم. یه ضربه عبدالیو که رو هوگو نشست و 9مین امتیاز رو هم به خوبی مبینا نعمت‌زاده به دست آورد. اجازه نمیده مبارزه ترکیه‌ای ضربه دولیوی خودش رو بزنه. به سرعت گارد خودش رو برد پشت سرش و ضربه دولیوی مبارزه ترکیه‌ای رو گارد بستش نشست. نتیجه همچنان 9-3 هست. 36 ثانیه پایانی هست. با این نتیجه راند اول رو مبینا به نفع خودش به پایان میرسونه. خیلی خوب بازی کرده، مدیریت کرده و نتیجهش هم این هست 6 امتیاز اختلاف در این راند. ضرباتی که رد و بدل شد مورد تشویق محروز سایی هم قرار گرفت. 18 ثانیه پایانی هست. ایرماک ترکیه‌ای فعلا با این نتیجه این راند رو باخته. برای ضربه کفی که برسونه به هوگوی مبینا نعمت‌زاده که خدا رو شکر موفق نشد. فعلا همون امتیاز اختلاف 6 امتیاز رو حفظ کرده. مبینا اصلا از شیابچانگ هم بیرون نمیره که بخواد امتیاز الکی به مبارزه ترکیه‌ای بده. چقدر خوب بازی کرد، عالی بود. راند اول رو فوق‌العاده کار کرد مبینا نعمت‌زاده، موفق شد با نتیجه 9-3 پیروز بشه. پیش محروز سایی هم میره. مسابقات مبینا نعمت‌زاده دور اول استراحت کرد. دور دوم مبارزه مراکشی رو 2-0 شکست داد. دور سوم هم با نتیجه 2-0 حریف آلمانی خودش رو شکست داد و دور چهارمش رو هم مبارزه بوسنیایی رو شکست داد. اما نتیجه مسابقات سیلا ایرماک هم به شما بگم، او دور اول 2-0 مبارزه کنیا رو شکست داد. دور دوم مبارزه قزاقستان رو تو دوران شکست داد. دور سوم رو هم 2-1 مبارزه مصری رو شکست داد و دور چهارم هم 2-0 مبارزه یونانی رو شکست داد. مبینا نعمت‌زاده تا اینجا یه دونه راندم تا حالا واگذار نکرده، یعنی
تو 3 تا مسابقه قبلی خودش حتی یک راند رو هم واگذار نکرده. به نظر سر حال میرسه، اومده که طلای وزن منفی 53 کیلو رو به دست بیاره، لیاقتش رو هم داره. بریم انشالله که راند دوم رو هم به نفع خودش به پایان برسونه. ضرباتی که در همین ثانیه های ابتدایی 2 تا مبارز میزنن بدون نتیجه هست. فعلا 0-0 هست تو در 12 ثانیه ابتدایی. با فکر داره بازی میکنه مبینا نعمتزاده. سیلا ارماک هم فعلا تو این راند چیزی نشون نده. یه ضربه ویتوریایی که خوشگل نشست رو اوگای مبارز ترکیه‌ای. 2-0. چقدر عالی. وای من، ضربه دولیوی مبینا نخورده در برگشت، ضربه آنریا بود که پشت سر هم دیگه یه 3 امتیازی و یه 2 امتیازی مبارز ترکیه‌ای گرفت. خیلی مبارز خوبی هست. یه لحظه مبینا غافل شد و 5 امتیاز رو مبارز ترکیه‌ای گرفت. هیچ جای نگرانی نیست. مبینا قطعا میتونه این نتیجه رو جبران کنه با توجه به مبارزه راند اولی که ازش ملاحظه فرمودی. یه لحظه پای خودش رو رسون به هوگوی حریف که حیف که قدرت کافی رو نداشت که امتیاز بگیره. حالا امتیاز مش رو رفت که نیومد متاسفانه. این همه احتمالاً از نظر داور قدرت لازم رو نداشته. نتیجه همچنان 5-2 هست. حالا یه 2 امتیاز یه شیک و خوشگل رو میگیره از هوگوی مبارز ترکیه‌ای. 57 ثانیه پایانی. ای وای من، 2 امتیاز دیگه مبارز ترکیه‌ای گرفت. نتیجه 7-4 شد. باز همین نتیجه قابل جبران هست. مبینا میتونه با فکر بازی رو ادامه بده، ضربات مشت خودش رو به هوگوی حریف میرسونه. باز هم امتیاز نداشت، اشکال نداره، مسابقه ادامه داره. مبینا میتونه جبران کنه به شرط اینکه مراقب گارد خودش هم باشه. باید موقعی که ضربه میزنه حواسش به ضربات حریف هم باشه. نتیجه همچنان 7-4 هست. ضربه دولیوچاگی چقدر خوب و خوشگل زد. سنسورها امتیاز انداختن، نیازی به کارت نبود. 7-7. باریکلا به مبینا. حالا وای من، دوباره این مبارزه ترکیه‌ای هستش که یه امتیاز هوگوی امتیاز سر و صورت رو میگیره. باز هم اختلاف رو زیاد کرد. 17 ثانیه پایانی هست. مبینا رفت سراغ ضربات چرخشی. یه مقدارم خسته به نظر میرسه برای این راند. ببینیم این 5 امتیاز رو جبران میکنه یا نه. ضربه‌ای که برد برای سر و صورت حریف، ضربه آبچاگی مانندی که پرتاب کرد. 4 ثانیه پایانی احتمالاً نمیخواد ادامه بده. کار خوبی هم کرد، بره نفس بگیره انشالله برای راند سوم. هیچ اشکالی نداره، یه مقدار به اعصاب خودش مسلط باشه میتونه این حریف ترکیه‌ای رو شکست بده. حریف ترکیه‌ای که خودش هم عنواندار هست و طلای قهرمانی اروپا رو تو کشور بوسنی تو سال 2024 کسب کرده. مدال برنز اروپا رو هم تو سال 2025 سوئیس کسب کرده. مبارزه خوبی هست. تو بخش تکواندو بانوان ترکیه خیلی سرمایه گذاری کردن. نتیجهش هم شد مقام 3 مدال طلایی که تو مسابقات 2025 ووشی گرفتن. چهره مبینا نعمتزاده و مهروز سایی رو میبینین. نکات فنی رو داره به تکواندوکار خوب کشورمون میگه. قطعا مبینا میتونه راند سوم رو هم مثل راند اول به نفع خودش به پایان برسونه انشالله. تا ثانیه های دیگر با فرمان سرداور این مسابقه راند سوم آغاز خواهد شد. بریم که انشالله شاهد یه طلای دیگه از تکواندوکار خوب کشورمون باشیم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران هم نزدیک میشیم. التماس دعا از همه هموطنان عزیزمون انشالله که مبینا نعمتزاده تکواندوکار خوب کشورمون رو هم دعا بفرمایند. همچنین رادین عزیز که انشالله مبارزه رادین رو هم تا دقایق دیگر ملاحظه خواهید فرمود. ببینیم چه اتفاقی افتاده. فکر میکنم سیستم های مسابقات قطع شده، به نظر این میرسید. با فرمان شیجاک راند سوم شروع میشه. تو ثانیه های ابتدایی رفت ضربه خودش رو به هوگوی حریف برسونه. باز هم پر هیجان شروع کرده. تعداد ضربات
بیشتری داره میزنه نسبت به مبارزه ترکیه‌ای. بیشتر ضربه‌های خودشو مبینا داره رو هوگوی ایرماک ترکیه‌ای میشونه. و همین رفت و برگشت انشالله یه دونه از این ضربه‌ها رو هوگوی مبارزه ترکیه‌ای میشینه و نتیجه میگیره. یه ضربه‌ای که تعادل مبارزه ترکیه‌ای رو به هم زد. چقدر حساس شده این ثانیه ها. یه ضربه ویتوریایی که مبارزه ترکیه‌ای میرفت رو هوگوی مبینا بشونه. خدا رو شکر امتیاز نیومد. خیلی بازی حساس شده. 2-3 تا ضربه پیاپی که بالاخره 2 امتیاز ثبت شد برای مبینا نعمت‌زاده. باریکلا به دختر خوش تکنیک و خوش فکر تکواندو کشورمون. حالا مهروز سایی ازش میخواد یه ذره بازی رو آرومتر کنه، با فکرتر بازی کنه، حواسش به گاردای خودش هم باشه. به نظر میرسه اگه ضربات بیشتری رو برای هوگوی ایرماک ترکیه‌ای پرتاب کنه امتیازهای بیشتری میگیره. لابلاش هم اینجوری ضربه بزنه برای سر صورت. چقدر خوب بود، چقدر به موقع بود. ایرماک باید هم عقب بکشه. دفاعی داره بازی میکنه، انگار نه انگار که 2-0 عقب هست. وای که میرفت این ضربه رو هوگوی مبارزه ترکیه‌ای بشینه و 4مین امتیاز رو بگیره. متاسفانه ثبت نشده، همچنان نتیجه 2-0 هست. یکی 2 تا امتیاز دیگه بتونه بگیره خیالمون راحته. یه لحظه مبارزه ترکیه‌ای میرفت ضربه آنریاچاگی خودش رو به سر صورت مبینا برسونه. گرفته بود ضربه رو. حتی اگر سنسورها هم این امتیاز رو می آوردن به خاطر گرفتن امتیازش لغو شد. نتیجه 3-0 میشه. یه مقدار اختلاف بیشتر شد، یه مقدار خیالمون راحت‌تر شد. اما 26 ثانیه پایانی مبینا باید حواسش رو جمع کنه. یه ضربه ویتوریایی که آورد تو سر صورت حریفش. حیف شد این امتیاز نیومد. نتیجه همچنان 3-0 است. چه بازی زیبایی رو شاهد هستیم. 15 ثانیه تا طلای این مسابقات. ببینیم یه مدال دیگه به مدالای خوشرنگ مبینا نعمت‌زاده اضافه میشه. انشالله که اضافه میشه، اونم از نوع تلاش. اینم 4مین امتیاز به خاطر گرفتن مبارزه ترکیه‌ای. مبارزه ترکیه‌ای نفس بازی کردن نداره، نشسته وسط شیابچانگ. هر چی داشته رو کرده در مقابل مبینا نعمت‌زاده. مگه تو این راند دختر خوش تکنیک کشورمون بهش امتیاز میده به همین راحتی؟ امکان نداره همچین چیزی. 9 ثانیه پایانی هست. مربی ترکیه هم بابت اخطاری که به مبارزه خودش دادن این کارت رو کشید. این قانون هست که بابت تمامی خطاها مربی ترکیه میتونه، مشخص بود بعدم ابطال بشه. نتیجه همچنان 4-0 است. 9 ثانیه پایانی، 9 ثانیه حساس. نتیجه 4-0 هست. همچنان ضربات کفی که رو هوگوی حریفش میشونه. مبینا باید دقت کنه. 2 ثانیه پایانی هست. حتی 2 بار دیگه از شیابچانگ هم خارج بشه مسئله اتفاق نمیفته. مدیریت کن دختر. نشان طلا. 2 ثانیه، 1 ثانیه. بازم تو این ثانیه هستش که تعادل حریفش رو به هم زد. اینم 5مین امتیاز به خاطر زمین خوردن مبارزه ترکیه‌ای. 100 ثانیه های پایانی و اولین طلا تو وزن منفی 53 کیلوگرم برای دختر خوب کشورمون مبینا نعمت‌زاده. تبریک به مبینای عزیز، تبریک به خانواده‌اش، تبریک به خانواده تکواندو و از همه مهمتر تبریک به مردم ایران. شاد باشید با این مدال طلا. روبانه پرچم که داره میچرخه آره دور زمین. رو دوشه یه دختر همه دارو نداره ما رو ببین. قصه یه فرشته برامون آورده جشن پیروزی و رو سکوی دنیا تماشا کن دخترای امروزی و با همین نجابتش بزرگی و اصالتش شبیه خاتون
میمونه تو افسانه هاست. دور افتخارشو ببین و این وقارشو، غرور سرود ملی ماست. معلومه یه عاشقه تو میدون مسابقه، یه قهرمان یه نابغه که جنگیده. ایران اسم دختره که هر جا باشه میبره، که وایساده تا آخرش نترسیده. ایران اسم دختره که هر جا باشه میبره، که وایساده تا آخرش نترسیده. او رو ترمیم بکنه و حالا اگر مشکل گلزنی سپاهانی و اون نوک پیکان خط حمله حل بشه، که البته گفته میشه دنبال مهاجمینم هستند سپاهانی‌ها برای نیم فصل، و البته اضافه شدن مهدی لیموچی، سپاهان به مراتب شرط بهتری پیدا میکنه. سانچز از همون منطقه برای آریا یوسفی کنار خط توپو میگیره، خود آریا دوباره سانچز منطقه بازی رو میبره به سمت مخالف زمین، جایی که احسان حاج صفی هست. خود حاج صفی دانشگر هادی محمدی رو پیدا میکنه، خود محمدی نگاه میکنه میاره به وسط برای عارف حاجی ایدی، دوباره خود حاجی ایدی توپ رو از دست میده، اثر میگذاره، لحظه ریکاردو آلوز حسینی از دروازه بیرون میاد. 17 دقیقه هم گذشت، پاس عالی ریکاردو آلوز. خط دفاعی فجر هست که اونجا توپ رو لحظه ای دور میکنن، پاس رو به عقب، غلامزاده میفرسته به میانه های زمین توپ رو، فرشید اسماعیلی درگیر با ریکاردو آلوز و خطای آلوز به روی فرشید اسماعیلی گرفته میشه. این هم لحظه ای هست که درست در میانه زمین خطا اتفاق افتاد. حسین شهابی، ریگی، فرشید اسماعیلی، در خط دفاعی محمود مطلق زاده از اون سم میخوان حرکتی رو انجام بدن. دخالت لطفی، میگیرن توپ رو، میتونن ضد حمله بزنن سری به سمت دروازه. رضاوند حالا از اون سم دوباره لطفی عبور میکنه اما اجازه کار رو نمیدن. سید مهران موسوی روی نیمکت ذخیره ها سپاهان جواد آقایی پور، کمالی، بردبار، محمد عسکری، نورافکن، گولسیانی، حزباوی، حنانوف، امینی، خلیلیان و مقصودی رو داره. چند بازیکن جوونم روی نیمکت هستن که نشون میده که سپاهان برنامه‌ریزی خوبی برای رونمایی از جوانانش داره به کار میبنده. آریا یوسفی، بازیکن‌های جوانی که سالیان بعد همشون میتونن جزو مهرهای تاثیرگذار باشن برای این تیم، مثل حسین زاده، حسین نژاد، مثل قربانی، مثل آریا شفیدوست که امیدواریم برگرده زودتر. و اینم لحظه ای که خطای کریولی به روی سید مهران موسوی اتفاق میفته. بدون گل کارو دنبال میکنیم. در 10 مسابقه قبلی سپاهان آمار گلزنی خوبی از خودش نشان داده. یه فشارم هست روی کریولی، شاید زدن یه گل یه جورایی شرایط و توازن رو برای او برقرار بکنه. آقای اکرمی که یه بارم بازی تیم‌های سپاهان رو
آلومینیوم و سود زد و اون بازی 1-1 مساوی شد. سید مهران موسوی بازیکن فصل پیش آلومینیوم عراق بیرون میاد. خودش با توپ قرار گرفته. بهترین گلزن ما تیم سپاهان تو این فصل محمد عسکری 4 گله که الان روی نیمکت. محمدی پوشش میده، کار میکنه با آریا یوسفی در خط دفاعی. سریعتر باید تصمیم میگیره، چه اشتباهی کرد اونجا. یه ضربه خطرناک از فرشید اسماعیلی. بعید بود از آریا یوسفی چنین اشتباهی تو 1/3 دفاعی، اما ضربه رو خوب نزد فرشید اسماعیلی. ببینید روی زمین عبور کرد و به بیرون رفت. احسان حاج صفی تو این فصل 3 تا گل زده، 3 تا پاس گل. آریا یوسفی 2 گل و 3 پاس گل. محمد عسکری 4 گله. رضاوند 3 گل و 1 پنالتی و حذواوی 3 گل جزو بازیکن‌های تاثیرگذار سپانیا بودن. واسه هم از اون منطقه دوباره فجریا جلو کشیدن، تو به بیرون میره. فجر در جام حذفی در مقابل مثل شهر بابک کنار رفت از رقابت‌های این جام، اما سپاهان با پیروزی ارزشمند خارج از خانه در مقابل تیم خوب مثل کرمان در بازی 30 همین ماه خودش میزبان خیبر خرم‌آباد در جام حذفی است. سید مهران موسوی زیر توپ میزنه، دوباره در خط دفاعی اثر میگذاره. احسان حاج صفی، لطفی اثر میگذاره. مطلق زاده، یه بازیکن فجر روی زمین هست. بازی متوقف میشه. ببینید این لحظه ای هست که تعادل بازیکن فجر به هم خورد. یعنی میثم مرادی روی صحنه و برخوردی که با احسان حاج صفی داشت. بازی پرسپولیس و استقلال تا دقیقه 90 بدون گل. نیمکت نشینان سپاهان که عرض کردم بازیکن‌های جوان و تاثیرگذار هستند. در کنار اونها آقای کارگر، تدارکات زحمتکش این تیم هم دیده شد و همه نیمکتی که همدل برای موفقیت سپاهان گام برمی‌دارن. سید حسین حسینی به شدت تشویق شد از سوی هوادارای سپاهان، از سوی هواداران اندک فجر هم مورد تشویق قرار گرفت. محرم نویدکیا معترضه. 20 دقیقه گذشت، بیشتر 24 دقیقه. اون شاخصه‌ای که گفته میشه تیم میزبان باید تو 20 دقیقه اول به گل برسه تا اون فشار برداشته بشه، اتفاق نیفتاده و فجریا فعلا دروازه‌شون رو بسته نگه داشتن. یه برخورد به روی عارف حاجی عیدی. این لحظه ای هست که ببینید کلن درگیر بوده روی هوا عارف حاجی عیدی با بازیکنای این تیم. به شکل پاس آریا یوسفی عقب‌تر کار میکنه. محمدی، سانچز. تو بازی با الحسین انصافاً سپاهان بی‌نظیر بازی کرد، یعنی جای هیچ بحثی رو نگذاشت. کلاً بعد از بازی با تراکتور که انتقاداتی شد به بازیکنای این تیم، سپاهانی‌ها رفته شدن اون سپاهانی که همه دوست داشتن، به خصوص هواداران علاقه‌مند به این تیم. ریکاردو آلوز توپ رو در اختیار گرفته. 3 امتیاز هم از فجر سپاسی کم شده بود که کمیته استیناف برگرداند به این تیم. الان 14 امتیازیه. اگه 3 امتیاز رو بگیرن جهش خوبی تو جدول براشون ایجاد میشه، اما مساوی هم خیلی ارزشمنده. به رنگ لباس
سپاهانی‌ها میتونه براشون ارزشمند باشه. به اون سمت احسان آج صفی، بازی استقلال و پرسپولیس که تا ثانیه‌های پایانی 0-0 مساوی بود. رضاوند، آریا یوسفی روی دستش اگر ببینه سانچز رو، آریا میخواد به عمق بندازه، عمق دفاع باز نمیشه. دوباره پاس کمجونی که در اختیار بازیکنان فجر قرار میگیره، یه پشت پای خوب عالی کار میکنن. شهابی توپ رو در اختیار گرفته، یه پاس به جلو، آفساید هست یا نه؟ مرادی، موقعیت برای فجری ها و گل، اما آفساید. حدس میزدم که کمک داور آقای منبینی گذاشت ضربه رو بزنه بعد اعلام آفساید بکنه. اینم یه جورایی خودش ضد حاله برای بازیکن‌ها، خودش هم یه جورایی حس کرد ها که میگیره، اما خب رفت ضربه رو زد. آقای منبینی کمک داور هفتگلی این مسابقه، دومین شهر نفتی کشورمون که به عنوان کمک دوم این مسابقه هست. آریا یوسفی دوباره توپ در اختیار بازیکنان فجر. مطلق زاده، ریگی، مسعود، ضربه سر رو در خط دفاع آریا یوسفی میزنه. دوباره ریکاردو آلوز، یه حرکت میتونه شکل بگیره. لطفی خود او یه لحظه توپو گم میکنه. به هر طریق ممکن بازیکنهای فجر هستن که با قلدری توپو میگیرن. یه حرکت میاد که یک پاس بلند رو بده، شروین بزرگ توپ لو میره، موقعیت اونجا هم ریکاردو آلوز توپو لو میده. حالا یه فضای لازم برای حرکت بازیکنان فجر داره فراهم میشه، با گامای بلند داره پیشروی میکنه به سمت دروازه و خطا فکر میکنم گرفته میشه و بله کارت زرد. چه حرکتی کرد محمد آژیر، یه 40-50 متری رو پا به توپ اومد و با خطا متوقف شد. نگاه کنید با گامهای بلند، انگیزه‌ای که بره و خطرناک بشه روی دروازه سپاهان و تکل آخر محمد دانشگر به دین شک صد راه او شد. یک کارت زرد رو به جون خرید اما اجازه نداد آژیر رفته خودش رو به دروازه نزدیک بکنه و آژیر خطری باشه برای دروازه سید حسین حسینی. گروه 3 نفره فجری ها برای زدن این توپ دیواره دفاعی سپاهان شکل گرفته. استقبال بسیار خوبی از این مسابقه به عمل اومده. شاید از بازی آسیایی هم تماشاگر بیشتر اومده. این هوادارا همه چیزشون رو گذاشتن دیگه، برادریشون رو ثابت کردن به بازیکنهای سپاهان و اعلام کردن اگر نتایج خوب باشه، بازی ها خوب باشه، این همه هوادار پشت این تیم هست. به شکل پاس کوتاه کار میکنن. اسماعیلی میبره به اون سمت، فجری و پرتداد جلو کشیدن روی دروازه، خطرناکه، از روی سر چند بازیکن توپ عبور کرد و در نهایت این محمد آژیر، این چهره هست که سالها داره تو فجر هم بازی میکنه، چه زمانی که لیگ 1 بودن چه الان که لیگ برتر و بازیکن با تجربه ای است محمد آژیر. یه پاس بلند دیگه پشت مدافعین، موقعیت هست، توپ میاد به این سمت، ریولی کنترل سینه و ساسان جعفری کیا مدافع توانمند فجریا توپ دور میکنه. خط دفاعی خوبی داره فجر، مگر اینکه یه جورایی مثل بازی با استقلال شیرازه‌شون از هم بپاشه. محمدی، لطفی، دوباره رو به عقب، دانشگر به دنبال بازیکن هست محمد دانشگر، دوباره برای هادی محمدی، میانه زمین عارف حاجی ایدی رو دستش رفت، سانچز توپو میده به سانچز، 4-5 بازیکن به استقبالش میان، حرکاتو رو میدونن، میفرسته، خوبم میفرسته روی دروازه، اما بدون مزاحمت غلامزاده روی هوا توپ رو با آغوش میکشه. بازی پرسپولیس استقلال بدون گل به پایان رسید
یه جورایی هم تراکتور هم استقلال هم پرسپولیس بفرما رو زدن برای سپاهان. اگر اونا این بفرما رو امشب پس ندن، مطلق زاده. حالا تیمای بالای جدولی امیدشون به این تیم سخت‌کوش فجره که امشب بتونه سپاهانی‌ها رو متوقف بکنه. لیگی که حالا دیگه شکل واقعی خودش رو پیدا کرده. هفته کم گلی رو شاهد بودیم. کلاً ضرب المثل فصلی که نکوس از بهارش پیداست، هفته 12 شد. هفته‌ای که نکوس از بازیاش پیداست و کم گلیش. این لحظه ای هست که تکل بلند روی پای آریا یوسفی رفت. ساسان جعفری کیا، بازیکنی که 4 هفته متوالی در تیم منتخب هفته لیگ برتر قرار گرفت. این جو تکل بلندی رو اومد، نترس اومد روی پای آریا یوسفی و باعث مصدومیت این بازیکن شد. هفته ببینید وی آر هم داره چک میکنه صحنه رو، ببینید چه اتفاقی میفته. کلا از همین دیروز مشخص بود که هفته 12 هفته کم گلی. اینم لحظه ای که مدافع شماره 4 فجریا به هر حال یه جورایی گروه وار رو وارد یه مشورت حداقل کرد برای این صحنه. هواداران عاشق به تیم سپاهان رو میبینید. اگر سپاهان ببره، مثل خیلی از تیم‌های دیگه که طرفدار دارن، حال دل این هوادارا، این مردم، شهر اصفهان خوب میشه. واقعا فوتبال خوب گرفته در کشور ما. تا ساعاتی دیگه قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی هم برگزار میشه و ببینیم در کدوم گروه قرار میگیریم. خیلی‌ها دوست دارن توی گروه آسون باشیم که صعود کنیم، خیلی‌ها میگن نه، قرار گرفتن در تیم‌های مطرح دنیا میتونه عیار فوتبال ما رو مشخص بکنه و انگیزه خاص ببخشه به ملی پوشان و هموطنانمون. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته، در کنار کدوم تیم‌ها قرار میگیریم، اما قطعاً یه تیم بزرگ تو گروهمون خواهد بود. اگر اینکه حالا میگم از اون اتفاقات عجیب و غریب رخ بده تو قرعه کشی. پرتاب برای سپاهانیا میاد به میانه زمین. محمدی، سپاهانیا اگر میخوان به گل برسن باید سرعت بدن به بازی. سانچز، خود سانچز، پاس رو به عقب. حاجی ایدی، محمدی به دنبال بازیکن هست. کلا سپاهانیا بیشتر گل‌هاشون رو یا هافبک‌ها زدن یا بازیکنان خط دفاعی. حاج صفی در عرض، آریا یوسفی، خود آریا نگاه میکنه اونور ببینه سمت چپ، حالا دید یه پاس خوب میده به اون سمت زمین. دوباره عارف حاجی ایدی شوت زن میخواد ضربه رو بزنه، در بین رو میخوره به بازیکنان فجر و دوباره توپو میگیرن. مسعود ریگی از اون فشار بیرون میارن توپ رو. لحظه ای آریا یوسفی توپو میگیره، خود او درگیر هست و پرتاب برای سپاهانیا سریع پرتاب رو انجام میده. عادی محمدی 34 دقیقه هوادارای سپاهان کماکان این تیم رو تشویق میکنن. سانچز، خود سانچز میخواد عبور بکنه. آریا یوسفی توپو لو داد. ساسان جعفری کیا توپو میگیره. مدافع بدون اشتباه فجری‌ها بوده، توپ میره به اون سمت. یه حرکت، یه تکل بلند از احسان حاج صفی و با زرنگی و تجربه خودش گرفت پرتاب رو. حالا یه مقدار سرعت میدن به بازی از اون منطقه، ببینیم چه کار خواهند کرد بازیکنان سپاهان. موقعیت جا برای ضربه زنی هم هست. حاجی ایدی، ریکاردو آلوز، احسان حاج صفی توپش میخوره به بازیکنی که در مقابلش هست و پرتاب شک میگیره. هلیچی بود که اجازه ارسال رو نداد. پرتاب باید شک بگیره.
سپاهان 0، فجر سپاسی شیراز 0. اتفاق خیلی مهمی روی دروازه ها ندیدیم. محمدی، دانشگر، لطفی، این پا اون پا میکنه برای رفتن، نگه میداره، بعد ببینه احسان آژصفی رو کمی عقب‌تر، حالا رضاوند رو پیدا میکنه، عارف حاجی ایدی، محمدی، هادی میاره به این سم برای سانچز. خود سانچز یه پاس خوب، آریا یوسفی موقعیت، شاید اگر خودشم مینداخت میتونست پنالتی بگیره، زد پشت پاش رو. خودشم فکر کنم داره حسرت همین موضوع رو میخوره. ببینید اینجا سانچز دید، خوب عبور کرد. نگاه کنید یه لحظه یه برخورد با او داشت حسین شهابی. کورنرهای متوالی سپاهان در 10 دقیقه پایانی نیمه اول کماکان ادامه داره. میفرسته روی دروازه، موقعیت، ضربه سر و توپی که باز هم راهی به چارچوب دروازه پیدا نمیکنه. ببینیم در تصویر و آهسته، اینجا فکر میکنم احسان حاجصفی بود که ضربه سر رو زد، یا آرش رضاوند، نه محمدی بود، هادی محمدی ضربه سر رو زد. مدافع پیشتاخته سپاهانیا تو به بیرون رفت، 3-4 بازیکن روی هوا بلند شدن، اما سرانجام محمدی بود که ضربه سر رو زد بدون گل مساوی. او رو بلند میفرستن. سپاهان در بازی قبلی خودش یه پیروزی ارزشمند خارج از خونه رو در مقابل مثل رفسنجان به دست آورد، در حالی که مسیا در 20 دقیقه پایانی بازی خوبی رو شروع کرده بودن. آریا یوسفی، انزو کریولی، تو به بیرون میره به سود فجری ها. سپاهانیا انصافا همه چی دارن، یعنی دروازه خوب، دفاع خوب، هافبک خوب، اما یه مهاجم رأس اون کار، یه بازیکنی مثل نمیدونم توره، کیروش، استنلی، حالا این سیستمی که اینا دارن بازی میکنن، کاری که حالا انصافا کاوه رضایی هم بد انجام نداد تو این 2-3 فصل اخیر. و بازگشت مهدی لیموچی که بازیکن پا به توپ و گلزنیه خیلی میتونه اثرگذار باشه. تو میاد به این سم، نمیرسه به سانچز، به بیرون میره بدون گل مساوی. فجری اومدن که حداقل تو نیمه اول دروازهشون رو بسته نگه دارن. پرتاب برای سفید پوشان فجر خواهد بود. حتی با انجام میدن، آریا اثر میگذاره، یه لحظه اشتباه، اسماعیلی توپشو میزنن، لحظه ای دوباره گرفتن و خطا به روی بازیکن با تجربه فجری‌ها، فرشید اسماعیلی. این توقف بازی ها به سود شاگردان پیروز قربانی هم هست. این هم لحظه ای که محمدی خطا رو انجام داد. بیش از 15,000 تماشاگر از نزدیک نظاره‌گر این مسابقه فوتبال هستند. جمعه 14 آذر ماه، در حالی که همه نگاه به شهرآورد استقلال و پرسپولیس بوده، اما این بازی هم یکی از بازی‌های حساس به شمار میاد، چون سپاهان با پیروزی امشب خودش میتونه به صدر جدول برسه. حسینی توپ رو بلند میفرسته، یه لحظه اشتباه، موقعیت، میارن به این سم، رضاوند، موقعیت، کریولی باز میکنه بازی رو برای سانچز، خود سانچز، موقعیت، ارسال روی دروازه، ضربه سر انزو کریولی که به خارج از چارچوب میره. حرکت
بازیکن‌های سپاهان خوب بود. ببینین این ارسالی که انجام شده، این چرخش سر از انزو که بدین شک به بیرون رفت. سپاهان توی این فصل تو 20 دقیقه پایانی تیم با تراوت‌تری نشون داده. شهابی توپ رو میگیرن، رضاوند، خود رضاوند به خوبی هم عبور میکنه، میفرسته توپ رو، موقعیت، ریکاردو آلوز میبره به اون سم، احسان حاج صفی روی پای چپش اومد اما خوب جفت جور نشد. احسان حاج صفی رفته رفته سپاهانی‌ها شکل بهتری رو دارن در زمین پیدا میکنن. ببینید این همکاری تیمی، این پای چپ آلوز، اینم پای چپ حاج صفی که محکم زده شد و به بیرون رفت. کمی مکس غلامزاده بازی رو آغاز میکنه. بازی ملوان و مثل رفسنجان یکیه که حالا یه مقدار گل داریم اونجا میبینیم. تکل آریا یوسفی، محرم نوید کیا قطعا آنالیز کرده بازی تیمش رو توی 45 دقیقه اول و نکات تاکتیکی رو خواهد گفت به بازیکن‌های تیمش برای رسیدن به دروازه فجر با انگیزه. شهابی، کریولی، یکی از شاخصه های مهاجم هدف، حالا جدا از فیزیک خوب و قدرت سرزنی، اینه که پا به توپ و حفظ توپ خوبی هم باید داشته باشه. حالا خیلی کریولی تو این قضیه بازیکن موفقی نشون نداده، هر چندم که حالا خیلی داره محرم نویدکیا بهش میدون میده. فرصت دوباره برای سپاهانی ها، میانه زمین بازی میاد به این سم برای سانچز، روی پاس آریا، حالا دوباره سانچز عقب‌تر، محمدی برای محمد دانشگر، حاج صفی، لطفی. این سمتی که حاج صفی و لطفی هستن کاملا بستن فجری ها و روزنی اصلا نمیدن، مگر که حالا بخوان این سمت رو امتحان کنن. ایورم تا سانچه صاحب تو میشه 3-4 تا بازیکن میان یه لحظه اثر میگذارن. ریگی، سید مهران موسوی، جعفری کیا لب خط پاس خوبی میده برای حرکت حسین شهابی، دخالت عارف حاجی ایدی، احسان حاج صفی خوب میبینه این سم، رضاوند، اما تعلل رضاوند باعث میشه تا توپ از دست بره. واسه هم دخالت بازیکنان سپاهان و خطا در دو قدمی آقای اکرمی به روی میثم مرادی خطا گرفته میشه. این لحظه ای هست که ببینید خطا به سود فجری ها گرفته میشه. مطلق زاده پشت توپ قرار گرفته، تعلل میکنه، این سمت رو انتخاب میکنه برای سید مهران موسوی. اون هم از توپو گم کرد، یه برخوردم به وجود اومد اما اعتقادی نداره به این صحنه و بازی متوقف میشه. ببینید تصویر آهسته، این لحظه یه که خطا انصافا روی رضاوند به نظر میرسید، حالا اینکه نه بخواد کارت بده اما خطا اتفاق افتاد. یه حرکت زیبا هم باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان انجام داد در روز تجلیل از صبوری و بردباری مادران و همسران شهدا در جنگ تحمیلی 12 روزه تجلیل شد از خانواده های شهید صدری و شهید هاشمی. حرکت زیبایی که معاونت فرهنگی باشگاه سپاهان انجام داد. اینم هواداران سپاهان که 40 دقیقه است در انتظار گل، سرمای هوا رو به تن
خریدن، یک صدا تشویق کردن. این هم هواداران فجر که انصافا خیلی فهیم و با فرهنگ بودن، تیم خودشون رو که تشویق کردن، هیچ سپاهانی ها رو هم قبل از بازی تشویق کردن. یعنی کار ارزنده‌ایه که باید واقعا بهش سهه گذاشت. مدیر عامل محترم باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز آقای احمدی هم در ورزشگاه هست. کلا هم باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز هم باشگاه فولاد مبارکه سپاهان جزو تیمای فرهنگ ساز در فوتبال ما هستند. 3 دقیقه وقت اضافه، 45 دقیقه‌ای که خیلی چنگی به دل نزد و نه فجر و نه سپاهان موقعیت گل آنچنانی نداشتن. البته فجری ها طبیعیه اومدن که دست خالی نرن، اما سپاهانی ها نتونستن از بازی بسته فجری ها استفاده بکنن و موقعیت گلی رو ایجاد بکنن. یه تک در اون سمت، حالا موقعیت، بازی ادامه پیدا میکنه. یه حرکت در آخرین دقایق بازی روی دروازه از همه عبور میکنه. این سمت توپ میرسه، حالا آریا یوسفی، سانچز دور میزنه، خود سانچز بازم شلوغ هست اونجا. یه پاس خوب رو به عقب، محمدی، آریا یوسفی، خود آریا در راه رفتن، دومی رم جا میگذاره، میفرسته، از همه عبور میکنه. در اون سم موقعیت برای بازیکنان سپاهان و توپی که ریکاردو آلوز از دست میده، توپ میخوره به هلیچی و کورنر میشه. ببینید اینجا ریکاردو آلوز توپ رو خطرناک فرستاد و دستان غلامزاده بود که اجازه نداد موقعیت بهتری نصیب سپاهانیا بشه. این شاید آخرین بخت سپاهان و آخرین کورنر مسابقه در نیمه اول هم باشه. ریکاردو آلوز روی دروازه در تیر یک ارتباط قطع میشه. لطفی با حسینی در درون دروازه کار میکنه. یه 45 دقیقه دست نخورده دیگه باقی هست و ببینیم اهداف دو تیم چگونه خواهد بود. فجری‌ها دفاع و ضد حمله رو انتخاب میکنن و یا اینکه سپاهانی‌ها احتمالاً با تعویضای تاثیرگذاری که محرم نوید که انجام میده کفه ترازو رو سنگین‌تر میکنن به سود خودشون. و خط دفاعی آخرین دقیقه از وقتای تلف شده هست. هر بازیکن سپاهان تحت مراقبت قرار میگیره از سوی فجری‌ها. آریا یوسفی، سانچز، بعد سانچز عبور میکنه، عالی توپش رو میزنه ساسان جعفری کیا. دانشگر دوباره پاسهای کوتاه از اون سم، موقعیت برای سپاهانی‌ها، توپ رو به بیرون میفرستن. مرتب آریا یوسفی داره جای خودش رو توی زمین عوض میکنه. حالا از اون سمت دوباره آریا یوسفی تو سر توپ میزنه، میفرسته روی دروازه و باز هم کورنر. رفته رفته این فشار حملات بیشترم میشه. در آخرین لحظه بود که آژیر توپو دور کرد. دوباره موقعیت پشت محوطه جریمه، جا برای ضربه زنی احسان حاج صفی. لحظه تو برگشت داده میشه و دوباره وسط پایان نیمه اول اگر حاج صفی میزد شاید فرصت بهتری فراهم میشد. 45 دقیقه اول تساوی بدون گل تیم‌های سپاهان و فجر شهید سپاسی شیراز در ورزشگاه نقش جهان. استراحت کوتاهی خواهیم داشت و انشالله با آغاز نیمه دوم باز هم در خدمت شما علاقه‌مندان به فوتبال در شبکه تلویزیونی ورزش، شبکه اصفهان و شبکه استان. این ضربه‌ای است که درست افتاد در مقابل پای انزو کریولی. ضربه رو هم به زیبایی هرچه تمامتر ریکاردو آلوز زد. توپ که گل نشد هیچ، انزو هم مصدوم شد. ببینید این صحنه است که یه مقدارم البته صحنه رو ببینیم مشکوکم به نظر میرسه، شاید بتونه وار رو متقاعد بکنه روی این صحنه. ببینید قبل از اینکه پا رو بزنه، توپو بزنه، لیچی پا رو زد و باعث مصدومیت انزو کریولی شد. ببینید میتونه، ببینیم
این صحنه رو ببینید، گروه وار داره بررسی میکنه صحنه رو. اینجا هست که توپ و پا رو با هم زد هلیچی. حالا این نظر شخصی من هست، گروه داوری قطعاً صحنه رو بهتر بررسی میکنن. خیلی خوب زد ریکاردو آلوز. این صحنه رو ببینید، هلیچی از پشت سر رسید، اگر هم نمیرسید شاید انزو کریولی یا رضاوند ضربه بهتری رو به توپ میزدن. به نظر نمیرسه که بخواد بره صحنه رو ببینه. این چیزی که ما دیدیم، البته داریم نظر میدیم ضمن احترام خاص به فجریا و هواداران خوب این تیم. به هر حال هوادارای سپاهان و کادر فنی نظرشون خطا بوده که بازی رو میخوان ادامه بدن و توپ رو میخواد که بیاد و کار ادامه پیدا بکنه. به هر حال صحنه مشکوکی بود. شاید اگر انزو پاش به توپ نمیخورد و پای کریولی رو به تنهایی میزد متقاعدتر میکرد که پنالتی بخواد گرفته بشه. تکل عالی بخواد. صحنه رو چرا خطا گرفت؟ مطلق زاده اونجا داره صحبت میکنه. تکل رو ببینید، این صحنه رو خطا گرفت بلافاصله و تکلی که رضاوند زده بود. سپاهان قطعاً به بازی سرعت میده و با تعداد نفرات بیشتری حمله خواهد کرد. اومدن محمد عسکری، گلزن توانمند سپاهانیا، جواد آقایی پور، امید نورافکن، وزنه رو به سود سپاهان خواهد کرد و البته پیروز قربانی هم روی نیمکتش بازیکنای تاثیرگذار و خوب داره. دانشگر، احسان حاج صفی، این دازه برای انزو کریولی، نگه میداره توپ رو. لطفی، خود لطفی عقبتر. احسان حاج صفی واگذار میکنه توپ رو به عارف حاجی هیدی. آریا یوسفی راه میکنه. ایوان سانچز، دوباره آریا یوسفی، ریکاردو آلوز عقبتر. دانشگر حالا صاحب توپ میشه روی پاس هادی محمدی. دوباره عقبتر محمدی، عارف حاجی ایدی، ضربه بی دقت آریا یوسفی که به بیرون میره. این چهره آریا یوسفی مشخص نبود سانت کرد یا پاس داد، اما توپ به بیرون رفت. با کمی مکس سید مهران موسوی باید بازی رو آغاز بکنه. محرم نویدکیا آرام و قرار نداره. در 10 مسابقه قبلی خودش، در 8 مسابقه تیم موفق میدان بوده. احسان حاج صفی دوباره در خط دفاعی. محمدی، رضاوند، پاهاش فاصله گرفت. عارف حاجی ایدی، سانچز، حالا حرکت میکنه آریا یوسفی. خود آریا یوسفی نگه میداره توپ رو. سانچز، یه برخورد و خطا. همزمان هم داور وسط گرفت، هم کمک داور دوم این مسابقه آقای منبینی. خطا به سود سپاهانی ها خواهد بود. این لحظه ای هست که ببینید خطا اتفاق افتاد. 51 دقیقه این خطای سید مهران موسوی به روی آریا یوسفی گرفته میشه. همه نگاه ها به این بازیه. بعد ببینیم که سپاهان میتونه از تساوی شهرآورد در بازی امشب خودش استفاده بکنه یا نه. فرصت عالی برای ریکاردو آلوز، میفرسته روی دروازه، یه ضربه یه سر و توپی که به بیرون میره. کورنر شک گرفته برای سپاهانی ها. بله کورنر هست. مرتب داره صحبت میکنه
آقای حسن اکتمی. کرنرهای متوالی که سپاهانی‌ها به وسیله ریکاردو آلوز زدن اما موفق به باز کردن دروازه نشدن. این بار پرتعداد سپاهانی‌ها روی این صحنه جلو کشیدن. ریکاردو آلوز پشت توپ قرار گرفته، یارگیری نفر به نفر، توپ فرستاده میشه روی دروازه. قبل از بازیکنان سپاهان فجری‌ها هستن. احسان حاج صفی توپ رو میفرسته، سید مهران موسوی توپ رو میفرسته به اون سمت. ساسان جعفری کیا خوب و مسلط توپو دور میکنه. بالا فجری‌ها میخوان حرکتی رو انجام بدن به سمت دروازه، اونجا توپو میگیرن بدون خطا. کار ادامه پیدا میکنه. باز پسگیری توپ رو به خوبی انجام میدن شاگردان محرم نویدکیا. ریکاردو آلوز، پاس در عرض او برای عارف حاجی ایدی، توپ به اون سمت میره. دوباره حرکت سانچز، موقعیت رضاوند، یه پاس رو به عقب، یه ضربه برخورد میکنه به یکی از بازیکنهای فجر. کار ادامه پیدا میکنه، فشار همچنان ادامه داره. پاسای کوتاه، رضاوند، سانچز به وسط، عارف حاجی ایدی سریعتر باید بچرخه و پاس بده. میاد به مرکز خط دفاعی برای محمد دانشگر، کنارش احسان حاج صفیه، میده به حاج صفی، ده عرض میزنه. احسان حاج صفی خود او یه پاس خوب میده. موقعیت، آریا یوسفی میبره برای ایوان سانچز، خود سانچز، رضاوند. میدانداری بازیکنهای سپاهان کماکان حلقه رو تنگتر کرده برای تیم فجر سپاسی. دوباره توپو گرفتن. موقعیت، پاسهای کوتاه سپاهانی‌ها، ارسال روی دروازه، انزو کریولی، یه موقعیت، ریکاردو آلوز، فرصت برای سپاهان. کماکان فشار ادامه پیدا میکنه. احسان حاج صفی درگیر هست، رو به عقب برای عارف حاجی ایدی، دوباره سمت راست رو انتخاب میکنن. آریا یوسفی قصد رفتن داره، خود آریا پیشروی میکنه، خود آریا میتونه پاس بده برای سانچز. خود سانچز این پا میکنه، دوباره عقب‌تر. سپاهانی‌ها دارن فشار میارن تو این دقایق. یه پاسکاری موفق، جا برای ارسال توپم هست، نگه میدارن به دنبال بازیکن پشت محوطه جریمه. منطقه بازی عوض میشه به این سمت، برگشت توپ. حالا فجری‌ها میتونن ضد حمله رو به سمت دروازه داشته باشن. پرتعدادم دارن جلو میاد روی صحنه. مرادی، موقعیت برای فجری‌ها، یه دریپ موفق میارن به وسط، فرصت برای ضربه زنی. توپ میره به اون سمت برای شهابی. حالا این فجری‌ها هستن که خودشون رو پیدا میکنن. یه ضربه از راه دور به خارج از چارچوب میره. چند دقیقه شاگردان محرم نویدکیا توپ و میدان رو در اختیار داشتن. توپ لو رفت، به فجری‌ها رسید و در نهایت اونا ضربه ای رو به سمت دروازه داشتن که توپ به بیرون میره. 10 دقیقه از نیمه دوم رو هم سپری کردیم. بازی شکل بهتری داشته نسبت به نیمه اول این مسابقه. محمد دانشگر، سانچز، تو به بیرون نرفته. هوادارهای سپاهان یک صدا و یک دل این تیم رو تشویق میکنن. لطفی، خود لطفی، کماکان لطفی، ریکاردو آلوز، 1 و 2 موفق. اجازه نمیدن آلوز پیشرویش رو ادامه بده در خط دفاعی. توپو به هر طریق ممکن میخوان دور بکنن، این اتفاق نمیفته. اشتباه کرد لذی محمد آژیر. احسان حاج صفی او هم اشتباه میکنه. حالا فجری‌ها میخوان حرکتی رو انجام بدن. محمدی، اشتباه محمدی. حسینی از دروازه بیرون میاد. بعضی موقع خیلی کارهای ریسکی میکنه این هادی محمدی. یکیشو الان دیدیم، مدافع کاملا خونسردیه، پیروز قربانی. 56 دقیقه است که به اون هدفی که میخواسته رسیده. کلا تیمایی که در مقابل سپاهان میان با تمام وجودشون بازی میکنن. کماکان میخواد حفظ کنه بازی رو، اول گل نخوره و دنبال اشتباهات خط دفاعی سپاهانی‌ها باشه. پرتاب رو لیچی انجام میده. احسان حاج صفی، فرشید اسماعیلی، پرتاب برای فجری‌ها بعد از برخورد به ریکاردو آلوز.
شاید اگر رقابت‌های لیگ به این منوال پیش بره، سپاهان هفته آینده با آلومینیوم در عراق یه بازی حساس رو باید برگزار بکنه و فجر شهید سپاسی شیراز در خانه میزبان چادرملوه. شاید این ورزشگاه 11 دی برای بازی فینالگونه استقلال و سپاهان مملو از تماشاگر بشه، چون اون موقع است که دیگه قهرمان نیم فصل تا حدود زیادی تو اون بازی وضعیتش مشخص میشه. پرتاب انجام میشه روی دروازه، خطرناک، لطفی گیر میفته اونجا و در نهایت توپ به بیرون فرستاده میشه. ضربه مقابل دروازه. سر کار رو دنبال میکنن، عجله و شتاب باعث میشه تا فجری ها یک پرتاب آوت رو بگیرن. معترض محرم نویدکیا این همه عجله برای چیست؟ تعویض برای فجری ها هست. محمد زبیر نیک نفس برای این تیم به بازی خواهد اومد. از بهترین ترکیب خودش پیروز قربانی تو این مسابقه استفاده کرد و بازیکنانش تا این لحظه بدون اشتباه بودن. شاید تعویضای مربیان دو تیم خیلی بتونه اثر بخش باشه. زبیر نیک نفس به بازی اومد. شروین بزرگ بازیکن شماره 9 زمین مسابقه رو ترک کرد. خطا هم دوباره اتفاق میافته به روی انزو کریولی. این لحظه ای هست که ببینید مجبور کرد سید مهران موسوی رو که خطا رو انجام بده. محمدی بسته بازی میکنه. فجر کلا بازیکنی نیست توی زمین که تحت مراقبت یه بازیکن سفید پوش فجر نباشه. خط هافک هم نزدیک بازی میکنه به خط دفاع و از 1/3 میانی کار رو میبندن. محمدی سانچز دانشگر یه پاس اولی داده احسان حاج صفی. چه فضای ایجاد شد برای رضاوند. خود رضاوند عبور میکنه، کماکان یه پاس عالی میده، موقعیت برای ضربه زنی. ضربه عالی ریکاردو آلوز خورد به یکی از بازیکنان فجر. حالا از اون سمت دوباره سانچز هست که میتونه حرکتی رو انجام بده. این بازیکن اسپانیایی میفرسته روی دروازه. یه موقعیت دیگه، پرچم کمک داور نقطه کرنر رو نشون میده. فشار لحظه به لحظه بیشتر میشه و فجری ها با تمام توان دارن دروازه تیمشون رو بسته نگه میدارن. 4 بازی متوالی رو مساوی کرده فجر، اما این تساوی طعم دیگه ای برای اونها داره. توپ میاد روی دروازه، غلامزاده اثر میگذاره. یه بار دیگه موقعیت، حربه کاپیتان حاج صفی هم به بیرون میره. الان زمانیه که اومدن امید نورافکن و محمد عسکری میتونه شرایط رو برای سپاهانی ها دوچندان بکنه. این ارسال سانچز، اینم توپی که به کریولی و رضاوند و در نهایت آریا یوسفی هم دیر به توپ رسید. از همون جلو دارن پرسینگ رو انجام میدن بازیکنان سپاهان، کار بازی سازی رو اجازه نمیدن انجام بدن. زیر توپ میزنه محمد دانشگر. مدافع زحمتکشی هست این محمد دانشگر، حتی بوده که در شرایط مصدوم هم برای سپاهان با جون و دلش بازی کرده. محمدی، عارف حاجی ایدی، 1-2 موفق. حالا از این سمت سانچز میبره به اون سمت. آریا یوسفی خوب کار میکنن توی این فضاهای کوتاه. دوباره سانچز، یه حرکت، جا برای ارسال توپ هم هست. موقعیت، پاس رو به عقب،
فرصت هست، تو فرستاده میشه روی دروازه، برمیگردونن دانشگر، فشار ادامه پیدا میکنه. احسان حاج صفی میفرسته توپ رو روی دروازه، اما کسی نیست. هرگاه سپاهانی‌ها بردن به کناره ها با پاسهای کوتاه، رفته خودشون رو تحمیل کردن، فجری ها رو تحت فشار قرار دادن. محرم نوید که تیمش انصافا داره خوب بازی میکنه، کلا تیمی که بسته بازی میکنه این مقدار سخت در مقابلش، تحت فشار توپو در میارن لحظه ای اما توپو از دست میدن. آریا یوسفی، زمان زیادی تا پایان بازی هست. عارف حاجی عیدی، لطفی، هادی محمدی میبره به اون سم برای سانچز. خود سانچز، کماکان سانچز ضربه رو میزنه، یه لحظه فرصت و گل! انزو کریولی نقش جهان رو روی هوا میبره. محرم نویدکیان آبی که نوشید یه جورایی فشار از روی دوش نیمکت و هوادارا برداشت و خوشحالی سید حسین حسینی در کنار هواداران عاشق سپاهان. مقاومت 63 دقیقه‌ای فجری ها و غلامزاده در هم شکسته میشه. انزو کریولی بالاخره زد. این هم علاقمندان به تیم سپاهان، بانوانی که تنها نگذاشتن این تیم رو و تشویق میکنن. 1-0. ببینید این ضربه رفت به درون دروازه، رفت به همون جایی که هوادارای سپاهان رو برد درون هوا. ضربه سانچز، دفع ناقص و توپ رفت همون جایی که باید میرفت، وسط دروازه غلامزاده و فجر که با یه بغل پای بدون نقص انزو کریولی باز میشه. یه بارم اومد این کار رو انجام بده اما خب در برخوردی که با هلچی داشت موفق نشد و حلقه اتحاد سپاهانی ها با این نتیجه فعلا سپاهان به صدر جدول رسیده و این میتونه سپاهان رو در شرایط خوبی توی این فصل قرار بده. 1-0. حالا ورزشگاه بیش از 15,000 تماشاگر تیم صدر جدولی سپاهان رو فریاد میزنن و تشویق میکنن. سپاهان بخشی از موفقیت‌های خودش رو انصافاً باید مدیون هوادارانی باشه که در سرما و گرما در کنار این تیم بودن. آریا یوسفی، حالا دیگه فجر از لاک دفاعی بیرون میاد و سپاهان هم قطعاً به این 1 گل بسنده نخواهد کرد. پیروز قربانی، تیمش انصافاً با توجه به مهرهایی که در اختیار داشت در مقابل سپاهان داشت خوب بازی میکرد، اما خب این سپاهان دیگه به هر حال یکی از تیم‌های مطرح فوتبال ایران و آسیاست و سخته که بشه 90 دقیقه اون تدافعی بودن رو بتونی به خواستش برسی و امتیاز بگیری ازش. یه حرکت، دوباره کار ادامه پیدا میکنه. لطفی با گامای بلند، خود لطفی یه پاس در موقعیت از پاهای ریکاردو آلوز تو فاصله گرفت. تو در اختیار فجری ها. مرادی حالا میانه زمین، ریگی پاس میده به اون سم، موقعیت خطرناکه. شهابی بازیکن بسیار خوبیه این حسین شهابی. کورنر برای فجری ها. اگر حالا همکاران ما تصویر هواداران خوب تیم فجر رو به ما بدن که تعدادشون کمه اما واقعا سنگ تمام گذاشتن برای فجر، اینها واقعا تماشاگران با فرهنگ فجر شهید سپاسی شیراز که این تیم رو در این بازی حساس تنها نگذاشتن. کورنر برای فجر هست، کار تمام نیست. فجر بی‌محابا برای زدن گل خورده حمله خواهد کرد. یک کارت زد و فکر میکنم ریکاردو آلوز گرفت. یه خوبی که محرم نویدکیا حالا یا مدیریت
باشگاه سپاهان تو این فصل داشتن این بود که این اخراج‌های سریالی سپاهانی‌ها دیگه تقریباً رخت بست از این تیم. توپ رو برمیگردونن، فجری‌ها دارن فشار میارن، توپ رو بلند میفرسته روی دروازه میثم مرادی، برگشت توپ، کماکان فجری‌ها فشار رو ادامه میدن. ریگی توپ رو در اختیار گرفته، سر بالا هست، میبره به اون سمت، میارن به وسط. مطلق زاده توپ رو در اختیار گرفته، پاس میثم مرادی، یه برخورد و ضربه آزاد برای فجری‌ها روی خطایی که روی فرشید اسماعیلی اتفاق میافته. صحبتم میکنه اونجا هادی محمدی و خطا گرفته شده. این لحظه ای هست که بدید اومد چرخید فرشید اسماعیلی و با خطای هادی محمدی روبرو شد. ضربه خطا به سود فجری‌ها هست. همه بازیکنان سپاهان عقب اومدن. فرستاده میشه روی دروازه. حسینی عالی توپ رو مشت میکنه. دروازه‌بان مطمئن سپاهانی‌ها در این چند مسابقه اخیر. واسه رو به عقب غلامزاده توپ رو بلند میفرسته. ضربه سر و فجری‌ها میزنن، جمع و جور میکنه محمدی توپ رو. دانشگر در حالتی نامتعادل کنار خط. آریا یوسفی به توپ رسید. عارف حاجی عیدی واسایی که خیلی توفیقی رو به همراه نداره و پرتا برای فجری‌ها شک میگیره. دو تعویض همزمان رو میخواد انجام بده آقای پیروز قربانی. عباس فیروز و یوسف کیشمس رو به زمین مسابقه میاره. محمود مطلق زاده این چهره زمین مسابقه رو ترک میکنه. حالا شاید یه فاز هجومی بهتری رو پیروز قربانی به تیمش بده. میثم مرادی هم زمین مسابقه رو ترک میکنه. شاید گلی که انزو کیریولی زد سرآغازی باشه برای تحول او و آغاز گلزنی های او در این فصل حساس تیم سپاهان. ریگی به دنبال بازیکن هست. سپاهان با گل انزو کیریولی 1-0 از فجر شهید سپاسی شیرا و تیم خوب و یک دسته پیروز قربانی پیش افتاده. باز هم میانه زمین فرشید اسماعیلی، دخالت بازیکن‌های سپاهان به هر طریق ممکن رسید به بازیکنان فجر و خطا به سود سپاهانی‌ها. یک کارت زرد برای بازیکن خاطیشون فیروز که همین الان به بازی اومد. ببینید این لحظه‌ای که روی رضاوند عباس فیروز این خطا رو مرتکب شد. الماس محوط جریمه سپاهانی‌ها یعنی محمد عسکری هم به همراه امید نورافکن شوتزن به بازی خواهند اومد. حالا کار برای فجری‌ها سخت‌تر هم میشه چون هم نورافکن بازیکن شوتزن و میدانداریه، هم محمد عسکری باهوش در اون مربع طلایی. حسین حاج صفی اومده آب بخوره و جز گزینه‌های تعویض نیست. این لحظه ای هست که میبینیم VAR داره این تکل خشن رو بررسی میکنه. انزو کریولی یکی از اون بازیکنایی که از زمین بیرون میاد. عارف حاجی عیدی هم جای خودش رو به امید نورافکن میده تا یه جورایی اون
تحرک و اون قدرت جنگندگی اسپانیا بیشتر هم بشه. و خط دفاعی یه جورایی محمد عسکری هر موقع به بازی میاد بوی گل میده. ببینیم میتونه برای پنجمین بازی متوالی این روندش رو ادامه بده یا نه. پاس رو به عقب، فجری ها حالا با یه پاس بلند توپ رو میارن برای حرکت هلیچی. بازیکن کهنه‌کاری از این هلیچی یه لحظه اشتباه میکنه، توپو گرفت محمد عسکری، خودش در راه رفتن که تنها هست و توپشو میگیرن. سید مهران موسوی، مسعود ریگی، عسکری رفت اون نوک پیکان خط حمله قرار گرفت. در خط دفاعی مسعود ریگی سمت دیگر زمین رو انتخاب میکنه. باز هم حرکت برای سفید پوشان فجر به سمت دروازه. توپ در اختیار حسین شهابی. پرتاب دوباره شک میگیره. یه مقدار حالا بازی آرامتر داره دنبال میشه تو این دقایق. توپ فرستاده میشه روی دروازه، برگشت توپ، گرفتن بازیکنان سپاهان رو به عقب. محمد دانشگر پشت مدافعین، حرکت میتونه شک بگیره که به دنبال توپ میدوه با تمام توان خودش محمد عسکری. حالا اینجا یه موقعیت، فرصت برای گل دوم. قبل از رضاوند هلیچی از تجربه خوب خودش استفاده میکنه و توپ رو میقاپه. فیروز پاس رو به عقب محمد آژیر. فجری ها سعی میکنن اداره بکنن بازی رو. خیلی زور و زهر لازم برای رسیدن به دروازه سپاهان رو هم ندارن. در خط دفاعی منطقه بازی عوض میشه. یه لحظه آریا یوسفی اثر میگذاره، سانچز درگیر هست اونجا، لحظه ای توپ رو گرفت ساسان جعفری کیا. این دفاع تنومند فجریا 29 ساله هست. واسه هم بازیکنان فجر آخرین نقطه خط دفاعیشون میارن برای فیروز، یاد عبور بکنه، اجازه کار رو لطفی بهش نمیده. خیلی بازیکن بلند قامتی نیست لطفی، اما خوش تکنیک و خلاق هست. دوباره پرتاب، الیچی بعد پرتاب رو انجام بده. 75مین دقیقه هم گذشت. یه فرصت دیگه، از کجا میخواست دروازه رو باز کنه، جلو اومده بود غلامزاده اما فاصله خیلی زیاد بود. سید مهران موسوی توپ رو در اختیار گرفته. با گل انزو کریولی که تعویض شد سپاهانی‌ها 1-0 پیش هستن در این مسابقه. دخالت لطفی، خطاب به سود سپاهان، اعتراضهای فرشید اسماعیلی. این لحظه ای هست که خطا کرد فرشید اسماعیلی. پشت توپ محمد دانشگر هست. هوادارهای سپاهان کماکان به تشویق‌های خودشون ادامه میدن. بازی بعدی سپاهان عرض کردم در مقابل آلومینیوم عراق در شهر عراق خواهد بود. کنار خط به خوبی کنترل کرد حاج صفی. یه پاس خوب دیگه، موقعیت هست، یه ضربه از محمد عسکری و یه کرنر رو میگیره. این چهره بازیکن بهبهانی و فصل پیش تیم فولاد خوزستان.
ضربه کورنر باید روی دروازه فرستاده بشه. این محمد عسکری، اینم لحظه ای که در آخرین لحظه محمد آژیر قطع ارتباط کرد. ریکاردو آلوز هرچه سپاهان بازی کرد اون به فرم بهتری رسید در ترکیب این تیم. پرتعدادم جلو اومدن سپاهانی‌ها. ریکاردو آلوز میفرسته توپ رو روی دروازه، یه موقعیت از همه عبور میکنه. ایوان سانچز به توپ میرسه. آریا یوسفی عقب‌تر، دروازه‌بان مطمئنی به نام سید حسین حسینی اونجا هست. توپ رو بلند میفرسته سید حسین حسینی و در نهایت خطا به سود فجری ها، خطای امید نورافکن. آژیر دوباره غلامزاده، در بازی‌های همزمان کماکان فولاد و آلومینیوم 0-0 و ملوان 2-1 مثل رفسنجان رو شکست داده. یه حرکت دوباره لطفی، سری دارن میرن به سمت دروازه. خود لطفی داره پیشروی میکنه، یه پاس عالی امید نورافکن. خود نورافکن قصد عبور داره، عقب‌تر کار میکنه برای احسان حاج صفی و آفساید که گرفته میشه. الان جدول آنلاین به ما میگه که سپاهان با 21 امتیاز در صدر جدول قرار داره. استقلال 20 امتیازی، پرسپولیس 19 امتیازی. لحظه عادت شدن آفساید رو هم دیدیم. محمد زبیر نیکنفس به دنبال بازیکن هست. فیروز دوباره، فیروز توپش رو بدون خطا میگیرن، میتونن حرکت رو انجام بدن. حرکت چه گرفته محمد دانشگر، اگر محکم تر داده بود شاید محمد عسکری رو میتونست تک به تک بکنه. یه بازیکن فجر روی زمین هست، محمد آژیر شماره 21 شونه. این لحظه ای که محمد دانشگر اومد توپ رو بفرسته، در آخرین لحظه با تلاش خودش اجازه نداد تا توپ به محمد عسکری برسه. وحدت حنانوف میخواد به بازی بیاد. فکر میکنم ایوان سانچز که دچار مصدومیت هم شده به بازی میاد. حالا یا اینکه آریا یوسفی میره یه خط جلوتر، وحدت حنانوف میاد دفاع راست، یا اینکه خود وحدت حنانوف در این پست برای سپاهانی انجام وظیفه میکنه. سانچز که بازی خوب و مؤثری رو از خودش در ترکیب سپاهان داشت، زمین مسابقه رو ترک میکنه. محرم نویدکیا با تعویض طلاییش یعنی محمد عسکری داره صحبت میکنه. این لحظه ای هست که ببینید بدین شکل انزو کریولی روی شوت ایوان سانچز موفق به باز کردن دروازه غلامزاده شد. مسعود ریگی از اون پاسای بلند خودش رو میده. وحدت حنانوف به خوبی ضربه سر رو میزنه. آریا یوسفی دوباره وحدت حنانوف توپ رو بلند میفرسته برای رضاوند. توپ به بیرون میره. تعویضای دیگر در ترکیب 12 و 13 این تیم، یعنی مجتبی حقدوست و ارشیا وثوقی فرد به بازی میان. حالا هرچی در توان داره میذاره. فرشید اسماعیلی بازیکن کهنه‌کار خودش رو از زمین مسابقه بیرون میکشه. توپ دوباره در اون سمت، خط دفاعی فجری ها. بازی کم موقعیتی که سپاهانی‌ها به خوبی ازش استفاده کردن و فعلا 3 امتیاز رو از آن خودشون کردن. فیروز کنار خط، این همه تماشاگر، واقعا فارغ از شهرآورد سنتی استقلال و پرسپولیس بی‌نظیر هست.
اصلا تأثیری برای حضور هواداران تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان نذاشت و بیش از 15,000 تماشاگر رو به ورزشگاه نقش جهان آورد که بیشترین تعداد تماشاگر تو این فصل از رقابت‌های لیگ برتر هم به حساب میاد. تو به بیرون میره. پیروز قربانی خیلی مربی خوبیه، اما خب به هر حال نفراتی که او در اختیار داره به هر حال نمیتونه اندیشه‌های تاکتیکیش رو پیاده بکنه. تنها با قدرت دوندگی و انگیزه میتونن در مقابل تیم‌های بزرگ اونا دست و پنجه نرم بکنن. در خط دفاعی باز هم بازیکنان فجر کار تمام نیست. برتری یک گله میتونه شکننده باشه. محمد آژیر تو در اختیار محمد زبیره، نیک نفس، اشتباه، موقعیت، لطفی فرصت جا برای ضربه زنی آرش رضاوند. چند تا گزینه خوب برای پاس دادن داشت، رضاوند رو انتخاب کرد، اما ضربه محکم رضاوند ببینید از روی دروازه عبور کرد و به بیرون رفت. بعدم نزد. نگاه یه کنترل، یه ضربه با کمترین اختلاف ممکن. شاید اگر فاصله شوتی که زد نسبت به چارچوب دروازه کمی عقب‌تر بود میرفت به سمت چارچوب. لطفی با پشت پا، یه پاس بلند دیگه، قطع ارتباط میشه. زبیر نیک نفس، تکل عالی آرش رضاوند. محمد آژیر پرتاب رو میگیره. سپاهان فصل گذشته دقیقاً تا پایان هفته 12 فصل پیش دوم بود. البته اونا بازی هفته 12 خودشون رو انجام داده بودن. محمد عسکری به دنبال توپ تلاش میکنن و توپ رو به بیرون میزنن. الان به صدر جدول رسیده، هرچند فصل گذشته اونا امتیازات بیشتری رو به دست آورده بودن. پرتاب رو احسان حاجی صفی میخواد انجام بده. پرتاب به وسیله حاجی صفی هست. میگیرن فجری ها، دوباره پرتاب تکرار میشه. 85 دقیقه سپاهانیان اگر گل دوم رو بزنن خیال خودشون و هوادارانشون رو راحت میکنن و فجری ها یه مقدار کارشون سخت میشه. آژیر باید پرتاب رو انجام بده. او به عقب با غلامزاده کار میکنه. توپ رو بلند میفرسته آژیر. محمدی، نورافکن به خوبی ضربه سر رو میزنه. ریگی دخالت میکنه اونجا، لحظه ریکاردو آلوز. پرس که میکنن یه مقدار کار سخت میشه برای مدافعین فجر. آژیر رو به عقب برای غلامزاده. فجر تو هفته اول تیم مدعی پرسپولیس رو تونستن متوقف بکنن. یه حرکت، موقعیت برای فجری ها به سمت دروازه، تکل عالی بازیکنان سپاهان. دوباره از اون سم روی دروازه، خیلی خطرناکه داخل محوطه جریمه. چه فرصتی هست برای بازیکنان فجر سپاسی شیراز. کماکان دارن فشار میارن. موقعیت، ارسال و توپی که به کرنر میره. لحظه ای توپ در مقابل پاهای مجتبی حق دوست قرار گرفت. دست بردار نیست فجر، نمیخواد دست خالی بره. 1-2 دیگه برای اونها تفاوتی نمیکنه و اومدن گل خورده رو جبران بکنن. کرنر به روی دروازه. عباس فیروز هست که میخواد کرنر رو بفرسته در
شرایطی که همه بازیکنان فجر بی‌محابا جلو اومدن. یه تعدادشون داخل محوطه جریمه، 3 تاشون هم پشت محوطه جریمه منتظر توپ برگشتی هستن. لحظه حساسی است در حالی که هوادارهای سپاهان با نور تلفن‌های همراه صحنه خاصی رو بخشیدن و دستان حسینی باعث میشه که دستان 15,000 نفر برای او به حرکت در بیاد. توپ رو بلند میفرسته پشت مدافعین. در آخرین لحظه ضربه سر رو زد ارشیا وثوقی فرد. دوباره فجری ها. ریگی رو در اختیار گرفته. آخرین نقطه خط دفاعی مسعود ریگی کنار خط. فیروز یه پاس از حق دوست. توپ رو بلند میفرستن. پیروز قربانی آرام قرار نداره. یه پاس دیگه توپ لو میره. لطفی درگیری ها زیاد هست. پرتاب برای سپاهان خواهد بود. تعویض در راه برای سپاهانیا. محمد رضا بردبار رو به زمین مسابقه میاره و آرش رضاوند خسته زمین مسابقه رو ترک میکنه. بازیکنی که مدت‌ها مصدوم بود و حالا به ترکیب سپاهانیا برگشته. پرتاب دوباره برای سپاهانیا خواهد بود. این لحظه ای هست که میبینید از موقعیتی که فجری ها خلق کردن روی دروازه و دستان حسینی به همه چیز خاتمه داد روی یک ضربه کرنر. سپاهان یه بازی حساس رو هم در مقابل خیبر خرم‌آباد خواهد داشت. وحدت حنان توپو لو داد، جاشم خالی مونده اما توپو از دست میدن خیلی راحت. اون سم ریکاردو آلوز رو به عقب کار میکنه. آریا یوسفی و پرتاب برای سپاهانی ها هست. 90 دقیقه تمام هست. ببینیم چند دقیقه وقت اضافه خواهد داشت تا استرس این هوادارا به نوعی به پایان برسه. 1-0. 5 دقیقه وقت اضافه هست. یه موقعیت کماکان ریکاردو آلوز ضربه او در برگشتم خط دفاعی فجر که اجازه نمیده. چهره خسته ریکاردو آلوز رو میبینید. غلامزاده کار سختی رو داره. محرم نوید کیات تو اون 5-6 هفته اول خوب نتیجه نگرفت اما حمایت های مجموعه باشگاه هیئت مدیره از محرم نوید کیا بالاخره الان داره نتیجه میده و سپاهان داره پشت سر هم بازیاشو با پیروزی پشت سر میگذاره. این لحظه ای بود که اونا میتونستن حتی به گل دوم هم برسن. ریکاردو آلوز روی دروازه، یه ضربه یه سر خطرناک دیگه. راهی به چارچوب پیدا نمیکنه. ضربه یه سر محمد عسکری. توپ رو بلند میفرستن. احسان حاج صفی به خوبی ضربه سر رو میزنه. لطفی دوباره لطفی عقب‌تر کار میکنه برای احسان حاج صفی. حفظ توپ میکنن. لطفی حاج صفی سپاهانیا اگر بتونن توی این نیم فصل ضعفاشون رو برطرف کنن هوادارا مطمئن باشن که یک سپاهان رویایی رو در نیم فصل دوم و حتی لیگ قهرمانان آسیا خواهند دید. حالا این همون سپاهانی شده که بازیکناش خوب میدون، خوب تلاش میکنن و با جون دلشون به زمین مسابقه میرن. روی دروازه خطرناک ضربه سری که یه لحظه دانشگر دور کرد.
دوباره موقعیت، فجری دوباره دارن فشار میارن، میبرن به اون سمت زمین. فرصت برای فجری ها هست، ارسال روی دروازه خیلی خطرناکه، دور میکنن لحظه ای توپ رو. کماکان فشار ادامه پیدا میکنه، توپ لو بره، ضد حمله خطرناکی میتونه در راه باشه. موقعیت، یه ضربه و توپی که راحت در اختیار حسینی قرار میگیره، ضربه‌ای که حسین شهابی زد. محرم نویدکیا آرام و قرار نداره، میگه زودتر توپ رو از اون منطقه دور بکنید. حسینی به توپ ضربه میزنه، میاد پشت مدافعین، غلامزاده توپ رو میگیره. آخرین فرصت‌های بازی هست توی وقت‌های تلف شده این مسابقه. دوباره میخوان ارسال بکنن روی دروازه و باز هم دستان حسینی، مرد بدون اشتباه دروازه سپاهانی ها. یه حرکت، لطفی خودش میره همچنان به حرکتش ادامه میده. بردبار به دنبال بازیکن هست، وحدت حنانوف اداره میکنن بازی رو. دوباره بردبار عقبتر، سید حسین حسینی، حالا بالا میاد تیم فجر. حسینی کنارش احسان حاج صفی توپ رو به او میده. ریکاردو آلوز یه پاس عالی میده برای محمد عسکری. بردبار، حالا موقعیت، نورافکن، بردبار، خود بردبار کار ادامه پیدا میکنه، میتونن حرکتی رو انجام بدن. لطفی، محمد عسکری، خود محمد عسکری یه لحظه تو بس باش فاصله گرفت. عسکری فرصت و گل! چه الماسیه این محمد عسکری، چه چارچوب شناسیه، چه تعویضیه این محمد عسکری. گل سوم زیباتر از گل اول به ثمر میرسه. عرض کردم بوی گل میده محمد عسکری، گلی که بهار رو در صدر جدول برای محرم نویدکیا و شاگردانش و این هواداران عاشق به ارمغان میاره. پیروزی قاطع سپاهانی‌ها در مقابل تیم خوب و یک دست فجر شهید سپاسی شیراز. محمد عسکری خیلی خدا دوستش داره، هر موقع به بازی اومده جواب اعتماد محرم نویدکیا رو داده. یه توپ خوب گیرش اومد، اونم رفت تبدیل به گل کرد، مصدوم هم شد. نگاه کنید اینجا گرفت، همه گفتن توپ از دست داد. حرکت و تغییر مسیر رو، ضربه محکمش از لای پاهای غلامزاده. از این نما هم ببینید اینجا یه تغییر مسیر خوب، یه ضربه دقیق، توپ رفت به همون جایی که باید میرفت. قعر دروازه غلامزاده با این ضربه پای چپ دیدنی محمد عسکری باز شد. داشتم میگفتم جواب فرصت دادن به محرم نویدکیا نتیجهش این شد که سپاهان به مرز خودباوری رسید. محمد عسکری پنجمین گل خودش رو هم به زیبایی به ثمر میرسونه. پیروز قربانی مات و مبهوت مونده، حالا فهمیده که در مقابل ستاره های سپاهان تدابیر تاکتیکی و اندیشه های او هم جواب نمیده. بردبار چقدر خوب بازی میکنه این سپاهان، عالی. محمد عسکری یه لحظه تعادلش به هم خورد. دوباره موقعیت هست. بردبار، خود بردبار، لطفی نگاه به ساعتش میکنه آقای اکرمی و سوت پایان بازی به صدا در میاد. صدر جدول طلایی میشه در اختیار سپاهان و محرم نویدکیا. تبریک به هواداران تیم سپاهان، خسته نباشید به تیم خوب فجر شهید سپاسی شیراز. سپاهان در پایین هفته 12 بالاتر از استقلال و پرسپولیس در بالای جدول قرار میگیره، به امید قرعه‌ای خوب برای تیم ملی فوتبال کشورمون در آوردگاه جام جهانی فوتبال. تشکر از همه همکاران خوبم مستقر در ورزشگاه نقش جهان، برای بچهای زحمتکش هیئت فوتبال اصفهان، یگان ویژه انتظامی و همه کسانی که زحمت کشیدن این